ببخشید ممکن بار دیگر ببینم؟ من به عینک بودم. جواب دید. شما فرمان مرا آید به قطع کردن عملیات ویران کردید. شف ما در پای تعقیب بودیم. در مورد 6 بندی به آورده شده است که اگر اثر تعقیب کننده شما قهرمانان یک روزه اینقدر خود را کی میتراشید؟ برگشته رو به جریمه بندی مشغول شو. تو باشی یخباز فروشیت را دوام ده. من گپ زنم. کسی تنها حسد میبرد که ما با ماشینچه خوک سوار شدیم یا شاید فکر هم میکند که وای مادری توست. کفایه. زود همه به بیرون برآیید. افسر خوبس، من کاری کردن نمیتوانم. شما به من معقولید. شما با این همه از حد زیاد فعالیتان امروز در سلوه همه خبرها قرار گرفته اید. این غوغاها باشد نه به من نه به کارمندان پلیس و عموما نه به یگان خرگوشه که چون تو پلیس شدنیست لازم نیست. نه همه پرونده های باز شده عالم را نجات داده میتوانند. توک توک. میدونید من حس کرده ایستادم که شما باید در تنهایی صحبت کنید. برای همین خیلی خوب می بود که من به بیرون برایم. من تو میتوانی در یگان کار رفتاری جدی داشته باشی. حجو میتواند آنهایی رو که در کودکیشون ضربه سخت دیدند محافظت کنند. شاید ضربه برای کلان سالون رو میخواهی. نه تشکر. من برای آن شما را شریک یکدیگر تعیین کردم که شما شهر ما را نجات دادید. ولی طوری که به همه معلوم است امروز شما کاری کردید که همگان از کار آزاد کردن شما را میخواهند. اما شف هیچگاه از قفای کیم کدام خزنده ها نمیگردم و به یگان مشکل شما را از نگهبانی آزاد میکنم. و من به شما سپارش نو که برای شریکان مخصوص چون شماست میدیم. اگر این را هم جزیر کردید من مجبور میشوم که جفت شریکی شما را نست و نابود کنم. نام خاکس و ویل در تاریخ میماند، لیکن به شرطی که معاشرت را یاد گیرید. پس این ساعت طالع نامه شماست. وخوری خود را در شریکان در بحران آغاز میکنیم. سمینار برای شریکان نیست که با هم یک گپ نیستن. من دکتر حیوانات دکتر نیشتلی و حالا شما برای آن در اینجا حضور دارید که شریکی گوناگون جبهه برای کاری متشکل کمی کوشش بیشتر طلب میکند. گریک آخر ما گپ زنان کرده بودیم که این باعث ناراحتی مارلونا میگردد. بله. و فرانسیسکو هرچند کلارک موش است لیکن پیش از همه وی شریکی توست و امروز باز یک جفتی نوی بدبخت با ما همراه شدن. می توانید از ناسازگاری خود در شریکیتان با ما نقل کنید. خوش ما علاقه 1 هفته باز شریکانی رسمی هستیم. از روز اولی سنه مهم و میونی ما یگان ناسازگاری نیست. ما خیلی خوب مراسم میکنیم. حتی عالی ما در یک لحظه که شهر رو نجات دادیم و خلاصی گپ من باوری دارم که اشتراکی ما در اینجا کدام یک اشتباه است. ببینید خیلی شتابکارانه با جوابدهی شروع کرد و نگذاشت که جوانی نقص قلن یک کلمه گوید. حقیقت را گفتن نمیخواهد لیکن نغاره زنی سومی پایش دلیلی تشویش هایش است و آن سرچشمه استرابش هم داشتن یک شریک مشفق و بی‌وجدان است که به خود نقاب غمخوار و مهربان را گرفته میگردد. لیکن هیچ کم نه. آنها بعد از 1-2 سال با یک زبان گپ خواهند زد. ولی ما به پیش شتاب نمیکنیم چون هر وقت از سلام دهی شریکان آغاز میکنیم. تشکر جویل. متاسفانه کارین تبسم جویل رو همچون تمسخر قبول نمود. خودت رو به دست گیر کارین خودت رو به دست گیر. جویل آرام شو. کلمه کاکوس. خوب با شف از نو وخوری تعیین میکنیم و وعده میدیم که اصلاح میشویم. گورخردو. خوب میشود اگر تو دیوانگی نکرده خب نشینی. من تکلیف دیگر دارم. ما باید تبابت موقتی گیریم. در همون سیمخانه دلگیر کننده فایده ما به کی میرسد؟ اگر به بورگرسون شکایت کنیم انا در همین سیمخانه پیر شده میرویم. دیوانگی رو یک سو گذار و عقلت رو کار فرما. خوب آخر ما دسته آرزو هستیم. ببخش پول.